20 روز مثل 30 روز مثل ماش دازم پلشات خلیج است نسوا مردم از مولود بابا نخواهد مولود ماشا بوک ماشا نموده شکلی چاسی رامی نسید فهمتی تو بکنسا نسید مجلو نسید. ما همشریک مردم غیور بدخشان هستیم و دست از قتل و کشتار مردم بدخشان رحمانوف باید که بردارد. اگر نمی بردارد پس منتظر تغییر کامل نظام باشد که ان شاء الله اون روزها رسیده ایستاده است. از تمام برادران دیگر مناطق تاجیکستان دعوت میکنم که خب مردم بدخشان رو تنها نگذارید. این مقامات رحمانوف، این رژیم رحمانوف که حاضر گفتم در طول همین حداقل 11 سال اخیر تمام سعی و تلاشش رو کرده است که این مردم رو پراکنده کند، یعنی نااعتمادی بین مردم بدخشان و مردم دیگر مناطق را تولید کند. با این جدا اندازی اینها 30 سال سر قدرتند. واقعا یک انسانی با فرهنگ، یک انسانی با دین، با ایمان، یک انسانی که در وجودش ذره انسانگری دارد، در این مسئله هیچ به طرف شدن نمیتوند، هیچ به طرف. اگر بیناموس باشی، اگر رنگ رحمانوف ارتش میاری و تجاوزگر حمایت میکنی مردم بدخشان. بله. امروز مادر اون فرزندایی که او فرزند ملت تاجیک است، فرزند او خون او در وطن ریخته، مادر او مادری ما، پدر او پدری ما، هر یک کس باید خودش در جای همون ایست کنه، همچون برادری خود را قبول کنه که ما همچون برادری ما را کشتن. یک اجنبی اومده، یک بدبخت اومده در وطن خودمون، هم وطن خودمون، ارمیای خودمون، میلیسای خودمون میان میکشن. ما خب کنیم، ما میتینگ نکنیم، ما دمونه بیاریم، ما اعتراض نکنیم. توی حد بنامی الله قسم ما این ملت ما رو چی درد بلا زده، چی ویروس زده که ما نیوجلی این قدر بدوخ خودم شده باشیم. توی درجه رو شده. احسان بناموس جوانی احسان بناموس وجدان مرد تاجیکی، جوان تاجیکی انا همین خیلی احساس برای وطنش داره. یا الله الله یک قوت میگه برام ریشه و پوچینم بدبختو کسافت کفر اینا گرو راسو سر کردن نس نابود کنم. این مردم یک مکتب داره، این مکتبی ظلم معنای نامش مکتبی ظلمه که هر یک آدمی که برهم ترین، بدبخت ترین، کسافت ترین، نجس ترین انسانه در همون مکتبی بدبختی رحمانوف درس میگیرن. این یک نفرش برام در همین گروه 24 میگه که حیا آدم بده کشتنش چوکده مرده میره. توی درجه را بمر بانو میخدونم میدونم احساس این کسافت رو یورا خرزویده یا ایخونی خوب تولد چیدگان. توی درجه را که نخوبی یک برادر قندلنده که بخدو افته ور نگاه میکنی کو دلت میسوزه، دل جگرت میسوزه، رگ پیوند که برادری ما را کشتنه او برادر نه اینجا نه دین او مال نه دیگر باشی اگه جدو کنه نه با دیگر چی او فرزند این ملت است در تاجیکستان تولد شده، خون نوفش در کوی بلند در سرزمین ریخته گه. او فرق نداره دیگه مادرش کی بود پدرش کی بود، او برادری تای تو را در جای برادر احساس کن، او را در جای دادر احساس کن. هر پدر تو باید او را در جای فرزند احساس کنی. هر یک مادر باید درد دهی، درد اون مادر که تابوت خنک در خنک نیست میشه در گرد تابوت فرزندش تو باید درد او را حس کنی. تو اگر این را حس نکنی زنا چی تو انسان هستی، تو بدبخت نیستی. خون تای خون نجس، خون اجنبی، خون تو توچکی نیست. اما میتونیم قدرت دست ما او سالدات و همش طرف ما